از او خاطر میگه قال الملأ گفت میغتایت من قوم فرعون از قوم فرعون ان هذا لساحر علیم یقینا ساحر است. خو اینطور ساحر عادی نیست، علیم خیلی مهارت داره، سخت چالاک است. چه قسم میتونه که مردم از سری موسی علیه السلام تحریک کنه؟ ام کلانا را ام مردم عوامه. سیاست فرعونی را ببین چه رقم تحریک میکنه. سعی کنی علی عوامه تحریک میکنه. یرید ان یخرجکم من ارضکم، اراده داره که بکشه شما را از سرزمینتان، شما را بیوطن بسازه. آمده تفرقه را میپرته، مردم یک دین و یک مذهب داره. آلی آمده گپای دیگر نو جدید گفته را ایسته. نمیخواه که شما همی حکومت داشته باشه، همی اتفاق، همی آرامش داشته باشه. به این خاطر آمده. رئیس و وزیر و مدیر که گفتی که از وظیفه منفک میکنه تا بس دیگه با خونی جان مقاومت میکنه. چیزی که در توان داره علیه استعمال میکنه. ملا صاحبام در سر منبر به مردم عوام میگه چقدر خوب ما و شما جمع و جوش دعا میکنیم، نماز میخوانیم، به دست جمعی دعا میکنیم. این ملا آمده وابی براتان میگه دعا نیست. چقدر جمع و جوش ده ختم که نشسته باشه بیرونم برف، اینجا بخاری موج، دو پیازم برش آمده رایسته، چقدر عرق کده کرتی رام میکشه. والا چوب بس کو، الله خیر بده یا آجی صاحبه سعی کو. اینی طور مجلس ها را وابیا قبول ندارن. اینی طور تو سعی کی مجلس ها این طور مجلس قبول ندارن. میخواه که ما را پراگنده بسازه. سعی کو بچه را قطی پدر انداخت، پدر قطی بچه. سیاست های استعمار همیشه اینمی قسم است و تلاششان نمیسته. چه قسم تحریک میتونه کسی را علیه تو. فرعون اینمی قسم میکنه. ملو دربارهش همی گپ میزنه. فماذا تأمرون، چه چیز؟ اینجا امر نیست چی امر میکنه، اینجا امر به معنای مشوره است. فماذا تأمرون، چی مشوره میده؟ مردکه خو ساحر خیلی ماهر است. شده میتونه فرعونی خبیث فامیده باشه، اما زودی که در خودش همی بیان کرد که مبادا از دهن دیگه کدام گپی که در ضد حکومت ما باشه او نبرایه. دستی دادان دیگر را داد که این ساحری خیلی ماهر است. منظورش است که تایید کنه دیگه همینطور. آده علیه ازی دیگه الوازه را پرته بچه فلانی وابی شده. وابی کی را میگه؟ کی است وابی؟ کدام کاری ازی وابی است؟ ها؟ وهابیت چی را میگه و کدام کارش وابیست که آدم بفهمه؟ نه پیش میشه در نماز یک نفر استاد گر نفرها تیت میشه در پشتی پای های استاد میشه. خیرت است ما ای وابیسته. ترى بالله قسم در عمری تمی رقم قرائت امی رقم نماز دیده بودی. افسوس است چقدر الله بصیرت انسان میگیره. میبینی دنبال روی تقلید کرکرانه اینی قدر بد است که انسان از حقیقت بالکل باز میداره، از حقیقت شناسی. اینجا را میبینی و مولای سابق میبینی الواخ و اینجا هیچ درک نداره. خب قالوا ارجه و اخاه، درباریا چی میگه؟ یام یک کمی ترسیده. اینمی درباریا نمیگه که حالا بگیره موسی علیه السلام بندی کو بچهش بیادرش بندی کو. منظورش است که ساحر است و ما کم مدرسه های ساحر نداریم. غم نکن. در مردم امام دو قسم مردم است. خو یک قسم مردم چی میگه؟ غمش نکو یک نفر است. این طور ملاها را سرش جمع کنم که پرسان نکو که پرت کنشه. غم نکو. مناظره را میگیریم. خیلی خوب بگی مناظره میکنیم. تو را اینطور نمیمانیم. این گپای جدید آورده. خیلی خوب مناظره بگی. بسیار خوب. مکینه آمده بودم یک قماندان آمد سرم. خب قماندان منطقه این گپای نو میگی مولی صاحب من در مناظره میشانم. تمام چقدر خوب الله تو را اجر بده. تکلیفم کشیده بود، تکلف کرده بود، دنیای طعامم پخته کرده بود. مقت یک دو بوجی کتاب رفتم اونجا. آلی مولای صاحبا را اول رای میکنه که بیایی، کس حاضر نمیشه. خفتن شد. یک نفر میره، دو نفر میره، 10 نفر میره. نه
آخر من برشان گفتم که طور نمیشه و قماندان صاحب تو مرا آوردی جای ما دور و نزدیک، چطور من از او آمدم و یک دفعه خودی قماندان رفت. یک وقت مولوی صاحب داخل کرد. دو مولوی صاحب داخل شد. مولوی صاحب کتابا خود نداره، شما قطعتان نورده؟ نه ما قطعتوی طوری بحث نمی کنیم. یک وقت که بحث شروع شد یک کتاب به نام جرأت الائمه یاد میشه. ایرمی دوره خورا پسانا نوشته کرده به خاطر اثبات مسائل خود. ایر از زیر قول خود کشید. حاجت نشد به کتابا. من گفتم مولوی صاحب می کتاب قبول داری؟ ها به خیلی خوب. من گفتم به می فیصله میکنیم صحیح. از پیش سوال کردم که دعا چطور است به هیئت اجتماعی بعد از نماز؟ گفته اگر به طریق التزام باشه بدعت است. به طریق چی؟ التزام باشه بدعت است. اگر نباشه نه. گفتم صحیح. اگر کسی امی دعا را نکرد مردم که سرش انکار میکنه که چرا نکردی؟ امی التزام است یا نه؟ نه. من گفتم بیار امی کتابی تا بده. کتابی تو امی گپا گفته. نه گفته. کتابی تا من گفتم بده. کش کردم کتابیشه. سفر او یک سفر میخوان به مردم میخوانه. من گفتم یک صفحه پیشتر عبارت کشید. من گفتم خودت بخوان مولوی صاحب. آری خب صحیح میکنه؟ آری نمیخوانه. اونجا نوشته کرده بود که انکار شدید بالای تارک آن در حکم چیست؟ التزام است. اگر کسی انکار سخت بالای ترک کننده دعا میکنه یا حکم التزام داره. من گفتم مولوی صاحب بخوان. نه من ورقه پس دور میده. من گفتم مولوی صاحب او طرف ایره من میخوام. مولوی صاحب تو بخوان. یک مولوی صاحب که سالس بود برای از او دادم. او خواند. من گفتم مولوی ترجمه هم که به عوام کن که عوام بفهمه. میمانخانه پر است دیگه. مردکه کی مرده بود؟ پارسال. خب دیگه گفتم مولوی صاحب امی گپه برام بگو که سنت خواندن در کجا؟ پیغمبر اسلام کجا سنت خوانده؟ آیا عالی هم سنت است که مردم بره در خانه بخونه؟ ما تو درجه بحث نداریم. یک عوام از او طرف گفتم مولوی صاحب امی سخنی را که مولوی صاحب برات میگه این ده حدیث است؟ گفت بله. گفت در مذهب ما هست؟ گفت بله در مذهب ما هست. گفت تو خیلی اینجا 10 سال شده که آمده ای یک نمازم سنت در خانه نخوانده و ما هم نگفتی. تو خودت که نمیکنی ما را خب بگو که ما طریق سنت پیغمبر عملی کنیم. یک دم چی میگه؟ این طرفداری میکنی. تو مولوی صاحب بالله قسم اگر طرفداری کنم چی طرفداری؟ یک موضوعش بود. گپ در کجا رسید؟ حاضر نمیشم. اول میگه تو را میترسونه ای کلاناقی تو فکر کرده که خود دین است. مولای ما میدیستی تار است. خب بعد از او که میدوه در دیگه دفعه سری موضوع ختم چی شد؟ ختم 70 مولوی صاحب دمی گربند ما جمع شده بود. آمر ولسوالی منطقه گفت که مناظره کنیم. خیلی خوب یک نفر هستم دیگه کلگی یک طرف یک سه چاری دوری خوری دیگه است. خدا در ظاهر قطمه میگرفت. اوجا که در مجلس آمد خدا آرام کرد. حالی هیچ رأی خدا نمیگفت. گفت روزی پنجشنبه نه دعوت ما کلگی بیای مناظره کنی. روزی پنجشنبه ما الحمدلله یک سه چار بوجی کتاب آوردم پیش 9 بجه دعوت در 11 بجه بود. من در 9 بجه خدا رساندم. حالی زنگ میزنه که فلانی خان نیسته. حالی کس پیدا نمیشه. و سوال میگه من فهمیدم مولوی صاحب و راستی باز عملی کرد. امی بعد از مرده 3 و 4 ایگا پارا مکمل همینطور بند کرد. گفت کسی نمیتونه غلط است. گفت یک نعوذ بالله یک دوام زد. گفت یک مردگه حاضر نشد که بحث بکنه. یا اینی قسم است مردم اثرت جمع میکنه. فرعونیا غطایت میگه که موسی علیه السلام خود ساحر است. فکر میکنه که ساحر است. او ما خود مدرسه سحر 12,000 مدرسه سحر فرعون داشت. جوش و خروشی ساحر است. رقه روان کرد اعلان کرد فرعون اوهو طلب کرد. حالی سعی میکنی که ملا بازی است. لنگای سفید کلان. یک جای مناظره داشتیم 40 نفر ملا آمد. خود 40 این لنگیا. باز وقتی که میگفتیم که کی در بحث میشینه یکی میگه من مولا نیستم دیگه من مولا نیستم. از مولای خود این کار میکرد. عجیب است. الله رحم بکنه. خب یا فکر میکنه که ساحرات جمع شوه. موسی علیه السلام شکست میخوره ساحر است. چی میگه؟ قالوا ارجه و اخاه. گفت امی غطایت برای فرعون مشوره دادن ارجه مهلت بده و اخاه و برادرش هم مهلت بده یعنی بندی نکشه. و ارسل فی المدائن روان کده شهرها حاشرین چپراستیاره ملازمین جمع کنندیاره. حاشر جمع کننده را میگه.
یا تو که بیاره بری تو بکل ساحر علیم، به هر سحر کننده که خوب ماهر باشه، اما کتا کتا. قال نعم و انکم لمن چی شد؟ و جاء السحرة، روان کد فرعون، میعاد گذاشتند. قرآن کریم موضوع خیلی کوتاه میگیره و لب لبابش بیان میکنه. فرعون روان کرد، ساحره مشهور ای تعداد کثیر آمده، خوردن و نوشیدن است، ترق و ترنگ و ایگه پاسته. حالی از دستی که خیلی مغرور هستن، به فرعون پیش از پیش خدا کامیاب دانسته. به فرعون میگه چی جایزه، چی انعام. سعی کنی انبیاء علیهم السلام نظرش در کجاست؟ نه متاع دنیا، نه ملکی، نه نام، نه نشان، فقط حاکمیت نظامی کی؟ الله متعال، برملا شدن واقعیت دین برای مردم. اما مادیات پرستا همیشه نظرش سری چیسته؟ این حالی که تو کامیاب شدی، یک کامیابی بسیط است، کامیاب شدی همین بسیط است. نه فرعون میگه یک چیزی از این ملاشرنگ هم میدی یا نمیدی، دلار. از این خاطر میگه و جاء السحرة فرعون، آمد ساحرا به پیش فرعون، قالو گفتن این لنا لاجرا، یقینا برای ما خب مزد نباشه. نه انعام، این کننا نحن الغالبین، اگر ما هستیم غالب شونده، اگر غالب شدیم چیزی خود داریم. فرعون میگه ایره چی میکنی؟ یک انعام چیست؟ قال نعم و انکم لمن المقربین، بله انعام است، شما از جمله ازمو پیشتازای دربارم جور میشه. پیشتازی دربار اینجا چیست دالی؟ یکی قماندان میباشه، یکی بادیگاردش. این بادیگاردش قوقی میباشه که برزاد نکن. عجیب است. در اون زمان معلوم شد که کسی به فرعون یک کمی نزدیکی میداشت، اوه مردم که میگه خیلی رویدار است، نه خیلی معتبر است، این خیلی زیاد امر مهم بود. امی گپ که فرعون گفت ساحرا مست بود بید دیگه، با جوش و خروش همینطور شروع کردن در میدان حاضر شدن. بله ادب کردن، امی برکت ادبشان بود که سبب ایمان شده. قالوا یا موسی اما ان تلقی، گفتن ای موسی علیه السلام یا تو میندازی، و اما ان نکون نحن الملقین، یا است که ما انداختن استیم. چیزی که داری اسباب و وسایل که در کار داری پرتو، یا تو پرتو یا ما. یا است که از روی ادب گفت، از چهره، از عمل کرد، از روش، از حالت موسی علیه السلام یک کمی یا حراس پیدا کردن، از او خاطر گفت. یا است که نه هیچ باک نداشتن که تو پیش میپرتی یا ما. موسی علیه السلام چی میگه؟ قال القوا، موسی علیه السلام برش میگه پرتی. فلما القوا سحروا عیون الناس، هرگاه که انداختن غوله های چوب خو، کنده های کلان رسپانا را آورده، با مجردی که سحر کردن در نظر مردم چی کرد؟ چشم بندی کردن. واسترهبوهم، خب ترسانی دیاره، همین مخاطبین مخلوق جمع است. و جاءوا بسحر عظیم، قرآن میگه که اینطور سحر آوردن که بسیار بزرگ سحر بود. در دیگه آیت نه فوجس منهم خیفه، موسی علیه السلام از پیشون چی کرد؟ لیکن ترس از او به خاطر از این نبود، ترس از این بود که اشتباه سری مردم نبیه، حقیقت گم نشوه. سحر در حقیقت اسبابش موجود است، خو خفی است، از چشم تو پنهان است، اما سبب وجود داره. یا از چالاکی کار میگیره، یا تو را زیر تلقین گرفته، شور نخوری که باز میسوزانم تا. این همی گپ سر انسانی قدر تاثیر داره که پرسان نکن. همین مداری همونطور میگه، چی میگه؟ یکی هم خسته نمیتونه کلگی ولی میشه. حالا که چیزی نیسته. سحر مختلف صورتها و انواع داره. شاه عبدالعزیز رحمه الله تقریبا 10 انواع سحر مکمل تشریح کرده. سحر اینمی ساحرای زمان فرعون فقط چشم باندی بود، یکی و دیگه چی بود؟ واسترهبوهم، ترسانیده بود مردم، اینطور فکر کرده بود که مردم چی شود. از او خاطر بعد از او موسی علیه السلام و اوحینا الی موسی، الله میگه ما وحی کردیم به موسی علیه السلام. معجزه در اختیار پیغمبر نمی باشد تا که فرمانی کی نشود؟ الله متعال. ان القی عصا، که بنداز عصایت، فاذا هی، ناگهان همی عصا تلقه، قرد میکرد، می بلعید ما آن چیزی را یافکونه که این مردم جور کرده بود، میدان صاف شد. بعضی مفسرین میگن اثری امی سحر دور کرد، چوبا همونطور چوب، رسپان همونطور رسپان ماند. لیکن نه، کلمه تلقفو دلالت بالای بلعیدن میکنه. عصای موسی علیه السلام اژدها بزرگ شد، چیزی که در میدان بود صاف پاک شد، هیچ چیز نماند. فوقع الحق، ظاهر شد حق، و بطل ما کانوا یعملون، باطل شدن چیزی که یا جور کرده بودن، کلی خواریشان عبث شد.
من براتون را میگم برادرها خواهرها، شما به خاطر رضای الله متعال قدم بالا کنی، یک قدم بالا کنی، خامرای حق بالا کنی. صدها سال که کسی کوشش کرده، صدها سال دمی یک قدم بالا کردن تو نمو حق اونجا ظاهر میشه، نور توحید چی میشه؟ میتابه انشاءالله. شرطی است که تو همت کنی، جرأت بده خدا، قدمی تا بالا کن، باطل نه باقی نمیمانه. قرآن میگه برام شما یک موسی علیه السلام است، دربار و پادشاهی فرعون است، ساحرها سرش جمع شده. چی درس میگیری از این؟ آیا ترس و هراس از نظام این سبب است که حق بیان نکنیم؟ مکلف بود که باید بیان کنه. انتظار کشیده که نفرا را بری خود پیدا بکنیم. یک تعداد دوستای ما میگه نه، قایم کردن خلافت خو خیلی خوب است، بدون خلافت هیچ کاری دیگ نمیشه، خود تا که در او موقع برسیم زینسازی بکنیم. تا را در زینسازی نمیمانه بیادرم. در زینسازی او اگر فکر دستش برسه یک دقیقه به تقریر نمیمانه. تا چی جای ازی که تو به مردم بشینی زیری تا بسازی؟ نکو. جهاد عملی جهاد عملی است. تا روز قیامت جهاد عملی قطعا موجود است، باید باشه. کفر که هراس داره از جهاد عملی هراس داره، از چیزی دیگر هراس نداره. امو علمای را خوب تمجید میکنه، دوستش داره که در کتابش از جهاد یک بابم نگذاره. مثنوی مولوی معنوی مولوی را چرا دوست داره؟ در اونجا باب جهاد نیست. اونجا کافر هیچ مقابل واقع نشده، همیشه مقابل کیست؟ نفس است. خلاص او را خیلی دوست داره و هیچ گپی نیست. هر چیزی که برش بیان کو. خب خیر، این نکته ها را بعضی مردم دقیق میفهمه، بعضی مردم نمیفهمه. متوجه باشی اینجا. فوقع الحق و بطل ما كانوا يعملون. چیزی را که یاد ساخته بود کلش باطل شد. فغلبوا هنالك، مغلوب گشتن یا در میجا، و انقلبوا صاغرین، گشتن یا خیلی ذلیل و خوار. تا او وقت ساحرا لاف میزد به پیش فرعون، عالی هیچ چیز در میدان باقی نمانده. بله، یکی که یک آدم صوفی باشه و موحد شود، این خیلی زیاد معلومات کافی داره و زود میفهمد حقیقت. یک آدم که پیش این راه های شرک نپیموده باشه، اموتور ابتدایی بیایه توحید بفهمه. در بین دو آدم خیلی فرق است. احساس نفر اول خیلی زیاد است، چرا که یک مدت عمر خود شاید در بیراحت تیر کرده باشه. سر ما همینطور حالت بود، خاک قبرها را میخوردیم، نور توحید در قلب ما دمید، الحمدلله. عالی دیگه از عقیده کده مهمترین بارزشترین چیزی دیگر پیش ما نیست. یقینا کل دنیا یک طرف، لیکن عقیده دیگر طرف. اما کسی که ابتداءً نو از امور خوردی خود که در توحید داخل شده قدر ازیره نمیدانه. ساحرا حقیقت میدانه، معلومات داشت، سحر میشناختن. با مجرد که حالت آمد ساحرا فهمید که اوه این حرکت سحری نیست، این حرکت حقیقت است، واقعیت است. ما باید تسلیم شویم. و القی السحرة ساجدین، افتادن ساحرا در حالی که سجده کنان بودن. افتادن نمیفهمه، بی تأمل، بی چونو چرا، بی مشوره، بی هراس، بی خوف، کلی گپاره، کلی لوازمات ترک، یک دم در سجده افتاده. پیش براتان گفته بودم که اصل در وجود هر انسان نور فطرت هست. خود چی؟ پرده های غفلت، پرده های چی؟ بگوی محیط، ماحول، کارکردگی مردم سرش افتاده. زمانی که می پرده ها دور شوه، مثل که اینجا خود به خود دور شد دیگه، یک دم افتاده. قالوا آمنا برب العالمین، اینطور سجده نمیکنه، اظهار میکنه ایمان آوردیم به پروردگار کل مخلوقات. شاید فرعون اینجا خدا کلان کنه که البته رب العالمین مستم، دنبالشی فقطش یک جای بکنه که مردم بفهمه که مراد از رب العالمین فرعونی خبیث نیست. رب موسی و هارون، امور رب العالمینی که موسی علیه السلام معرفی میکنه، رب موسی و هارون. ایمان چی را میگه؟ ایمان اینمی قسم نور داره. زمانی که در قلب انسان تابید، باز دیگه تمام مشکلات زندگی را متحمل میشه، پروایش نداره. پیش از او دیگه هیچ چیز قدر نداره بغیر از بگوی حاکم شدن دینی کی؟ الله متعال. دیگه هیچ چیز قدر نداره، نه ریاست، نه وزارت، نه هیچ چیز، نه مادیات دنیا.
همه چیز زیر پا میکنه فقط و فقط آلی دیگه جان خودم قربان میکنه. این سعی کنی امی ساحرا آلی آماده به قربانی چیست؟ جان است، با قربانی جان. ایمانی که انسان آماده به قربانی جان در راه الله نکرد و ایمان نیست، یقینا ایمان نیست. ایمانی که تمام خواسته های وجود انسان در مقابل دین الله حقیر و ذلیل نکرد و ایمان نیست. الله متعال امی قسم ایمان نصیب ما بکنه که ما واقعا آماده هر نوع فداکاری در راهی کی باشیم. الله متعال. سبحان ربک رب العزة عما یصفون.